به نام خداوند مهربان، هموطنان عزیز و گرامی، برادران و خواهران ارجمند، من محمد فیض رحمانов هستم. همراه همکارم برادر باباجان قیومov که انشاءالله این برنامه امروز برنامه بورچگک را یک جای پیش خواهیم برد. شامتان بخیر، امیدوارم صحت و سلامت هستید. دوستان گرامی، در برنامه امروز انشاءالله حوادث مهمی هفته آخر را بحث و بررسی خواهیم کرد. حالا از وارخ شروع میکنیم، از قضیه مرزی با قرغیزستان. خیلی که میدونید خبرها از داخل تاجیکستان حاکی از آن است که امروز هم 17 اپریل در مرز قرغیزستان و تاجیکستان آرامی رخ داد و نوارهای هم و شبکه‌های اجتماعی راه یافتند و حالا یک قسم کوچک از این نوار رو تقدیم شما دوستان میکنم و بعد ما بحث و بررسی را ادامه خواهیم داد. دوستان گرامی، این بود قسم کوچک از نواری که امروز از نارامی های تاجیکستان قصه میکند و در شبکه‌های اجتماعی دور میزند نمایش گذاشتیم. خیلی که میدونید این نارامی در حالی است که امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چند روز پیش به وارخ سفر کرده بود و او از گفت که مذاکرات با قرغیزها سال 2002 شروع شده است و بیش از 100 دور مذاکرات با هم دو کشور انجام شده است و گفت که همچنین او افزود که نصف خط مرزی با قرغیزستان حل خود را یافته است و جانب تاجیکستان سال 2016 یعنی 2 سال پیش علیه رسمیات داخلی را انجام داده است، ولی جانب قرغیزستان به گفته امامعلی رحمان با سبب‌های نامعلوم این جزئیات این رسمیات داخلی را انجام نداده است. واقعا یک چیزی که خیلی خیلی دوستان گرامی هموطنان عزیز نگران کننده در مسئله مشکلات مرزی با قرغیزستان این ناشفاف بودن حکومت تاجیکستان با مردم خود است. ببینید امامعلی رحمان از 100 دوری مذاکرات با قرغیزها صحبت میکند و از رسمیات داخلی که حکومت تاجیکستان علیه 2 سال پیش اون انجام داده صحبت میکند، ولی مردم ملت تاجیک از این جزئیات خبر ندارد و باز میگوید که جانب قرغیزستان این رسمیات داخلی رو با سبب‌های نامعلوم انجام نداده است. بله، اون جانب قرغیزستان می آید در میز میگذارد با ملتش، با حزب‌های مخالفش، با حزب‌های سیاسیش میگذارد، میگوید که این توافق احتمالی هست، نظر شما چی است؟ در اون بحث و بررسی صورت میگیرد. ولی در طرف تاجیکستان چی است؟ در طرف تاجیکستان برادر باباجان واقعا همین خیلی است که همون حکومت چیزی بگوید، یعنی رحمان هر چیزی بگوید و یا همون حکومت چی کردن، اون توافق احتمالی به فایده است، به ضرر است، به ملت شفاف نمیگذارن که چی مسئله را حل کردن، نصف خط مرزی کجاها را اونها توافق کردن، هیچ شفافیت نیست. ولی برعکس ما جانب قرغیزستان و خیلی خوب هم میکنن، با مردم شفاف میگوید که ما چیکار کرده ایستادیم، چی توافق‌های احتمالی صورت میگیره که ما امیر امضا بکنیم یا نکنیم. ولی در ما برعکس است، در ما هر چیزی که همون حکومت همه چیز پوشیده، همه چیز خاموش، هیچ کس نمیدونه چیکار شده است. همون طوری که در مسئله خود دادن خاک، قسمی از خاک وطن از بدخشان به چین صورت گرفت، همون صورت میگیرد. ملت که بودجت میسپرد، در بودجت انداز میسپرد و حکومتی که از این بودجت پول میگیرد باید در نزد ملت جوابگو باشد، باید بگوید که
چیکار کرده ایستاده است و ما ملت تاجیک بعد خبر می شود از وسایل اخبار عامه که یک قسم از خاک تاجیکستان به چین دادن و ما هم در همین مسئله قرقیزستان باید ملت به نظر من خاموش نایستد، صدا بلند کند. مسئله مرز و بوم مسئله وجودی است، مسئله حساس است، مسئله استراتژی هست، یک چیزی هست که نباید با این با آسانی گذشت. یا یک حکومت توافق میکند ما جزئیات آن را ندونیم، همین خیلی نیست دوستی از جان برادر بگویم. بله واقعا هم مسئله خیلی پیچیده شده ایستاده است روز به روز مسئله وروخ، زیرا واقعا هم حکومت همسایه علاقه درک کرده است که حکومت تاجیکستان یک حکومتی غیر مردمی، یک حکومتی که از مردم وابسته نیست و نارضایی مردم امروز به اوج رسیده ایستاده است، هر روز بیشتر می شود. از طرفی این مشکلات داخلی زیاد می شود و فشارش را بیشتر میکند، طبیعی است، چون میخواهد امتیاز بگیرد. از طرف دیگر حکومتی ما چیکار میکند؟ با کمال احترام با بعضی از کارشناسانی که دعوا میکنند و دعوت میکنند از اینکه مردم باید در کنار حکومت بیستند در این روزها در مسئله وروخ. درست؟ خب ما طرفدار بگذار مردم در چنین شرایطی در کنار حکومت باشند، ولی کدام موقع حکومت؟ مردم از کجا بداند که موقع حکومت چیست؟ از یک طرف شما میگوید که باید این موقع ها، این صحبت ها پنهان بماند و بعد شما میگوید که مردم باید در کنار حکومت باشند. خب مردم میخواهد در کنار حکومت باشند، در اون وقتی مردم در کنار حکومت قرار میگیرد که حکومت با مردم شفاف صحبت میکند و موقعش رو با مردم میفهموند. مردم میفهمد، درک میکند که موقع حکومت من در این مسئله مثلا کجا است تا کجا است و از اون حمایت میکنه، در کنارش میستد. ولی وقتی یک مردم موقع حکومتش رو از وسایل اخبار عمومی کشوری همسایه میشنود، چگونه میتواند در کنار حکومتش باشد؟ چگونه اون بدگمان نشود؟ چگونه فکر نکند که در اینجا چی تجارت صورت میگیرد؟ چگونه مردم فکر نکند که باز هم مثل همون قضیه بدخشان نیمی زمین باز به همسایگان داده می شود یا بخشیده می شود یا فروخته می شود؟ همه این را حکومت مردم دیگر در ذهنش پیدا می شود، این تصورات، این گمان ها در ذهن مردم به وجود می آید و طبیعی است که بین حکومت و مردم وقتی شفافیت وجود ندارد نمیتواند یک همکاری و هماهنگی وجود داشته باشد. نه تنها در این مسئله، اگر شما نگاه کنید در تمام مسئله ها این عدم شفافیت یک فاصله و شکاف بین مردم و حکومت ما را همیشه بیشتر کرده است و در این قضیه ملی هم حکومت نمیآید با مردم صحبت کند. حکومت باید به مردم گزارش بدهد. این حکومت مگر مال مردم نیست؟ پس باید به مردم گزارش بدهد یا نه؟ برای همین وقتی که به حکومت به مردم گزارش دهنده باشد، طبیعی است که مردم از هر یک عمل حکومت آگاه می شود و می داند که اون چیکار کرده است و از چی باید حکومت حمایت کند، مردم از چی باید حمایت کند. ولی وقتی که مردم نداند حکومت ما چیکار کرده است، از چی باید حمایت کند، از کدام موقع حکومت باید حمایت کند، چگونه حمایت کند، این مسئله هست. مسئله دیگر هم هست. شما یک بار توجه کنید که وقتی که شما میدونید که وضعیت وروخ به چه شکل است، در کدام حالت است، چرا میرود مردم وروخ رو مجبور میکنید که فرزنداشون رو بیارن و برای شما به سربازی بفرستند؟ اون خودش مردم در همونجا از همون مرز بوم حمایت کند، بیشتر شما کاری کنید که جوان‌ها در اونجا بیستند، جوان‌های وروخ در اونجا بمانند، در اونجا از مرز بومشون حمایت دارن، اونا خودشون علاقه سربازن. چرا باید اونها رو مجبور کنند، پدر مادر اونها رو فشار بیارن؟ این واقعا ابلهی است. واقعا این عملهای حکومت یک عملهای ضد ملی دیده می شود. واقعا مردم اینا درک میکنه دیگر. مردم دیگر بی سواد نیست، مردم بی عقل نیست که این عملها رو از هم جدا کردن نتواند. با کمال احترام اگر اون کارشناسانی که دعوت میکنن مردم رو با این که از موقع حکومت حمایت کنن، حداقل از حکومت هم دعوت کنن که با مردم صمیمی و شفاف باشن. حداقل سربازهایی که به طور طبیعی از مرز و بوم ما دارن دفاع میکنن و اونها فشار نورن، اونها را تحقیر نکنن، اونها را ظلم نکنن، کار کنن که جسارت و شجاعت و شهامت اونها بیشتر شود، نشکنن شهامت اونها را.
و این حالتی است که کارشناسان محترم به اون هم باید فکر کنند و درباره اون هم باید حرف بزنند. بله، ولی سوال این است که چرا مثلا طرف قرقیزستان شفاف است با مردمش، میدهد معلومات را و چی توافق‌های احتمالی صورت گرفته است، چی کار کردن، حزب‌های سیاسی میدونن دیگر همه، ولی در ما همه چیز پوشیده است. این از چی دلالت میکنه؟ چرا این به این حد مثلا از یک طرف میان مردم را دعوت میکنند که از حکومت طرفداری کنند، ولی خیلی گفتید حیران میشه که وقتی که اون مردم ندونن از کدام موقع حکومت طرفداری و جانبداری حمایت بکنند. خب منم حیرانم راستی، چون در این وضعیت اگر هر حکومتی باشد با مردمش صمیمیتر می شود، آشکارتر می شود، روشنتر صحبت میکند و کوشش میکند که موقع خودش رو با مردمش بفهماند تا مردم از اون موقع حمایت کنند. ولی من نمیفهمم در اینجا چی است، چی سری هست که حکومت ما با جای اینکه با مردم نزدیکتر شود و با مردم بیشتر صحبت کند و موقعش را با مردم خودش روشن کند، بیشتر به یک شکل عمل میکند که همه چیز پوشیده است برای مردم و همه چیز از مردم پنهان است و فکر میکنم این یک عقده شده است، به یک طبیعت حکومت ما تبدیل شده است که همه چیز رو باید از مردم پنهان کند و چون همیشه یک عملهای غیر شفاف و غیر ملی و تجارت‌های پنهان سیاه وجود دارد، اونها عادت کردن که اینا رو از مردم پنهان کنند، چون اگر مردم از اینها آگاه شوند طبیعی است که دیگر ناراضیتیشون بیشتر می شود، اعتراضشون بیشتر می شود و اونها میخوان همین رو پنهان کنند و طبیعتاً اون به این چیزها هم تاثیر رسونده است و این حکومت نمیتواند اصلا در یگان کارش شفاف نیست. اگر شما ببینید از تمام چیزها بیاید، شرکت‌های پنهانی، دادگاه‌های پنهانی، نمیدونم سودهای پنهانی، یک بسیار چیزای همین مبهم و ناشفاف در این حکومت زیاد است، چون که این خصلت و طبیعتی هر یک حکومتی دیکتاتوری است. بسیار خوب. یکی از همین فایده های شفافیت با مردم همین است که مردم موقع حکومت هم میدونن، کمبودی های حکومت هم میگویند و همچنین حکومت هم مردم هم وقتی شفاف هستند میگویند که شما چیکار باید کرد و بعد یعنی نیروهای تأثیر رسان هم میدونن که چیکار کنند. من فکر میکنم که این مرز و بوم یک چیزای مقدس هستن که بالاتر از یک حکومت، بالاتر از یک نیرو باید باشن. باید ملت یک جایه، یک موقع یگانه موحد داشته باشد در برابر این هم مخالفین. هرچند امروز رحمان اینقدر ظلم نسبت مخالفین کرده است، ولی در مسائل فراملی، در مسائل مثل مرز و بوم باید همه یک جا باشیم و باید اون طرف هم آشکار یعنی شفاف باشد، ملت هم شفاف باشد، همه یکدیگر را کمک کنیم تا اینکه از این مشکل یعنی سرفراز برایم، از این مشکل نشود خدای نکرده مثل همون حادثه‌ای که در بدخشان رخ داد، وزیر خارجه آن وقت باز اون رو پیروزی دیپلمات توجیک نامید، باز همین خیلی فردا ما از واروخ یا از دیگر مناطق اسفره یا همین مناطق مرزی با قرقیزستان چنین خبرهای ناخوشی رو بشنویم که یعنی حکومت تاجیکستان چنین توافقی کرده است. من فکر می‌کنم فایده شفافیت با مردم، با نیروهای تاثیررسان خیلی زیاد است. این مسائل ملی رو باید با چشم ملی نگاه کرد، نه با چشمی با نگاهی تنگی محلی گروهی و این. بله 100% درست است. منم فکر میکنم مسائل رو باید همین گونه مطرح کرد، ولی چی کنیم باز کارشناسانی که خیلی یک نمیدونم، حالا کارشناسانی با که واقعا میتوانند تاثیرگذار باشند و از مسائل خیلی خوب هم آگاهی دارن، ولی میآیند باز هم مردم رو دعوت میکنن که از موقع حکومت دفاع کنند و هیچ وقت نشده است که حکومت رو دعوت به شفافیت کنند حداقل. و کاش که چنین مسائل در بین دو طرفه میشد. این دعوت ها از طرف کارشناسان اگر مردم را دعوت به همکاری میکنن، برای حمایت از حکومت میکنن، حداقل حکومت را دعوت کنن که با مردم شفاف باشد، صمیمی باشد. و طبیعی است که شفافیت بسیار چیزها دارد، بسیار خوبی ها دارد و هیچ حکومت با پنهانکاری رشد نمیکند، توسعه نمییابد.
و این یکی اصل های توسعه هم همین است که شفافیت در کار باشد. وقتی که شفافیت نیست کروپسیا وجود دارد، وقتی که شفافیت نیست به اصطلاح بازار سیاه وجود دارد، تجارت سیاه وجود دارد، وقتی که شفافیت نیست مونوپولیا وجود دارد، وقتی که شفافیت نیست تمام این مسائل به شفاف نبودن ربط دارند و الکی مردم اینو درک میکنند، دیگه نمیتوانند از این مسائل عبور کنند. و همین خاطر فکر میکنم که در مسئله واروخ هم حکومت باید با مردم شفافتر عمل کند، باید با مردم نزدیکتر، صمیمیتر باشد و بجای اینکه بیایند مردم رو به اصطلاح با چهارمغز پوچ بغلشون پر کنند، بیایند با واقعیت ها مردم رو روبرو کنند، با مردم از واقعیت ها صحبت کنند تا مردم هم بدونند و در فکر خودشون باشند که چگونه از خودشون دفاع میکنند، از مرز و بومشون دفاع میکنند، یا اینکه واقعا هم اگر اینها توان دفاع از اون مرز و بوم رو دارند مردم دلشون پر باشد، با یک اطمینان، با یک خیال راحت زندگی کنند، خواب کنند و مثل امروز نیاین مردم رو آبی مردم رو بگیرن، بیاین طرف مقابل در خانه های مردم ما سربازان اون کشور بیان وارد شوند ولی هیچ عکس العملی از حکومت ما وجود ندارد. حداقل سری وقت حاضر شوید صحبت، ما نمیخوایم که با اونها برخورد و جنگ ناآرامی باشد، هرگز ما طرفدار جنگ نیستیم با همسایگان، ولی حتما باید در اونجا بود و از موقع خودت، از موقع ملتت، از سرزمینت، از اون مردمی که در اونجا هستن به دفاع از اونها باید در برابر سرباز وقتی که میاد حتما باید سرباز با اون روبرو شود، نه مردم عادی. وقتی که یک گروهی مثلا سرباز در یک منطقه کشور وارد می شود حتما باید با سرباز روبرو شود، نه با مردم عادی. این طبیعی است، این برخورد متقابل باید همین باشد. ولی چرا که همیشه در مردم ما باید با دست خالی و در مقابل سربازان همسایه یا کشورهای دیگر روبرو باشند و اونها همیشه در خط مقدم دفاع کنند. ولی این حکومت همیشه دروغ میگوید، همیشه با مردم شفاف نیست، نمیداند موقعش روشن نمیکند با مردم و مردم در یک حالت ناگوار قرار میگیرند و مطمئنم فردا میروند با همون مردمی را که امروز با جسارت از مردم دفاع دارند انا همونها را فشار میارن که برای چی این کارو کرد. چگونه که در گذشته این تجربه رو هم داریم و دیدیم که مردم بیچاره واروخ رو با چنین راه تحت فشار هم قرار دادند این حکومت دارم. بله، مردم واروخ، مردم اسفره که در این مرزی قرار دارن خیلی جانیساری میکنن، خیلی از خود جسارت و جرأت نشان میدن و ما از دیگر مناطق از ملت تاجیک و از همین نیروها خواهش ما همین است که به حکومت باید فشار بیاریم، صدا بلند بکنیم که شفاف باشد و یک موقعی موحدی یگانه فراملی صورت بگیرد که خدای نکرده در این مشکل مرزی هم باز خدای نکرده یگان کمبودی و نقصان یا خدای نکرده بخش از زمین آنها با از دست ندهیم. حالا میگذاریم به قضیه دیوم. چخیلی که میدونید دوملا حکمت الله تاجیک‌آبادی 4 روز پیش درگذشتند و بعدا در همون زادگاهش در ناحیه تاجیک‌آباد مراسم جنازه‌اش برگزار شد و خدا رحمت کند دوملا حکمت الله یکی از روحانیان و علمای مشهور کشور میباشد که در سن 80 سالگی درگذشت و توجه عدد بزرگی از مردم و اظهار همدردی مردم در شبکه‌های اجتماعی و همچنین اشتراک عددی بزرگ، انبوه بزرگی از مردم در مراسم جنازه اون دلالت از آن میکند که این عالم دینی، این عالم شناخته از محبوبیت و جایگاه خاصی در بین مردم تاجیک برخوردار است و واقعا هم سهم در یعنی حفظ ثبات در فضای مجازی و همچنین در کاهش دادن تمایلات افراطی در بین جوانان سهم دارند. بسیاری از کارشناسان به همین عقیده اند که یعنی علمای سنت، وجود علمای سنتی قوی و یعنی مایل به تصوف، اهل تصوف و معتدل و میانه رو، اینها باعث می شوند از عواملی هستند که
جوانان رو از انضمام و پیوستن به گروه های افراطی یعنی جلوگیری میکنند و همچنین فضای دینی در کشور یک شکلی به یک ثبات نسبی از ثبات نسبی برخوردار میشن. برای همین بسیاری از کارشناسان به ترکیه اشاره میکنند، میگویند که ترکیه هرچند در یک منطقه خیلی ناامن قرار دارد، کشورهای برش در جنگ و جدال قرار دارند در همین منطقه، ولی به خاطر اینکه ترکیه یکی از سبب‌ها این است که یک روحانیتی قوی، یک علمای قوی دارد، همون روحانیتی محافظه‌کار سنتی قوی دارد که این باعث شده است که جوانان نسبتاً جوانان ترک کمتر نسبت به دیگرها کمتر به این گروه ها بروند. واقعا هم خدمت های داملو حکمت الله خدا رحمتش کنه، داملو محمدی، داملو ایشان علامه ریگری و غیره خیلی زیاد هستند در این ساحه. درست همین خیلی نیست دوستان؟ بله درست است محمود جان. اگر یک کم ترک به قضیه عمیق‌تر نگاه کنیم، واقعیت برای چی داملو حکمت الله هم شاگردی مولوی هندوستانی بودن، مولوی که مولوی محمد جان که همه اونا هندوستانی میگن، خوقندی، بله خوقندی میگن. بله میدانید که در عموم اگر نگاه کنیم مکتب علمای سنتی کشور ما در واقع همون مکتب دیوبند است، از محدث دهلوی و اینها سرچشمه میگیرد و همون مکتب به اصطلاح پیشینه بخارا و دیوبند تقریبا در یک مسیر هستند. و اگر نگاه کنیم علمای بیشتری از دانشمندانی که درباره گروه ها و فرقه های اسلامی تحلیل کردن، تحلیل نوشتن، بر این باور هستند که همین گروهی که مثلا حنفی های جریانی بیشتر متمایل به دیوبند و تصوف بیشتر معتدل ترند. چرا؟ میگه چون علمای دیوبند یک مردمی بودن که با هندوها، با بودایی ها، با دیگر مردم در همزیستی نزدیک بودن و با هم همزیستی را آموختن و بیشتر در اونجا یاد گرفتن که دیگر مردم هم وجود دارند، با آنها باید همزیستی کرد، با آنها در پرخوش نبود و این اندیشه همزیستی مسالمت آمیز در بین آنها شکل گرفت. ولی مثلا در مقابل در منطقه های نجد و اینجاها که بیشتر چون مذهب محمد ابن عبدالوهاب از اونجا خروج کرد، بیشتر مردم به اصطلاح پیروانی او از این منطقه ها، منطقه نجد و شام و اینجاها ظهور کردن، در اینجاها پیروان دیگر مذاهب کمتر بود. مثلا بعضی اگر از مسیحی ها هم بودند در یک حالت خاص قرار داشتند و مثلا بیشتری مردم در گذشته بت پرست بودن، بعد اومدن مسلمان شدن و اگرچه بعضی مسیحی های بودن خیلی در اقلیت قرار داشتن و در حاشیه بودن، با اونها حتی همزیستی هم تقریبا وجود نداشت، اونها در یک حالتی همیشه دفاعی و حتی به یک شکل زیر سلطه قرار داشتن بیشتر. ولی در در این منطقه مثلا محدث دهلوی که بیشتر همچون اساسگذاری مکتب دیوبند دانسته می شود، به این شکل از همزیستی و مسالمت آمیز از اینها خبر داده است و از جمله داملو حکمت الله از پیروانی همین مکتب بود و در نزد مولوی محمد جان وقتی که درس میخوندن و گفتی خیلی از دوستان و گفتی خودشون هم این روش رو و این مناسبت رو با دیگر مردم، با دیگر ادیان، با دیگر فرقه ها، با دیگر گروه ها از همونجا یاد گرفتن. مسئله دوم این است که علمای سنتی در واقع با همون رسم یا که رسم آیینی که در گذشته داشتن و مردم به اون پایبند بودن خیلی پایبند بودن و بسیار به اون مردم رو دعوت میکردن به پایبند بودن به اون سنت گذشتگان که اون هم باز دوباره برمیگردد به اینکه در یک زمان بسیار دشوار وقتی که حکومت شوروی وجود داشت و علمای سنتی ما مردم رو با همین راه در اسلام حفظ کردن، اسلام رو در منطقه حفظ کردن و میتوان با از همین راه استفاده کرد و اسلامی واقعا هم اسلامی معتدل را از افراط
از تاثیر دیگر رویه های غیر حنفی و غیر بگیم که سالم که با مذهب و با دین مردم میتوانند تاثیر برسانند حفظ کنند. و فکر میکنم امروز هم اگر ما نگاه کنیم وجودی برای مثال من آشکار میتوانم گفته که در منطقه کلاب یک نفر داملا خوجه خداوند رحمتشان کند از شخصیت های بسیار با نفوذی که در بخارا تحصیل کرده بودند و در کلاب یکی از علمای سنتی بودند، هم درسی استاد عینی هم بودند و خیلی جایگاه داشتند، یک جایگاهی خیلی در تمام منطقه تاجیکستان، حتی منطقه های تاجیکستان جایگاه داشتند و مردم به نزدشان میرفتند. امروز از ایشان مثلا شاگرد ایشان داملا خانمراد مانده است و از شاگردان داملا خانمراد مثلا داملا محمدالله. ولی شما ببینید داملا خانمراد در حتی در دوران جنگ شهروندی هم از تمام حاشیه ها دور بود، از تمام مسائل چیزها دور ماند، به هیچ مسائل وارد نشد، با یک شکل خودش حفظ کرد و خواست انا همون بیشتر اون چیزی که اون را حفظ کرد انا همون گرایش به مسائل سنتی واقعی در بگیم که اسلامی سنتی ما بود و این باز هم میتواند که در آینده مردم ما رو، کشور ما رو از تاثیر جریان های افراطی با همین راه حفظ کند. اگر حکومت با اینها همکاری کند، با اینها حداقل حکومت مطمئن باشد حکومت نمیتواند که به اینها دستور بدهد، چون این گروه مردم نیستند که دستور از حکومت بپذیرند. مثلا شما اگر در بیاد بیارید داملا محمدی قمسنگیری که با شما نزدیکی هم داشت، چقدر انسانی یک انسانی فرهیخته، یک انسانی دانشمند و انسانی بسیار مؤثر بود در جامعه و وقتی که ما به فکرهای او و تاثیر او را بر جوانان نگاه میکنیم بر جامعه، باید اینها جایگاه داشته باشند. حکومت نمیخواهد چنین شخصیت ها جایگاه دارند. حالا حکومت میآید به یک شکل صنعی جایگاه اونها رو پایین میبرد یا میخواهد اونها رو در یک سطح پایینتر بیارد، ولی این شدنی نیست، چون که جایگاه اونها پایین نمی رود در بین مردم و اونها جایگاه خود رو دارند. چگونه که داملا محمدی هم در جنازش مردم شاهد بودیم که چقدر زیاد شرکت کردند و این نشان میدهد که مردم چقدر به یک شخصیت احترام قائلند، جایگاه قائلند و این اگر ما از زندگی اونها استفاده کنیم و از صحبت اونها، از افکار اونها، اندیشه اونها برای انا همین پیشگیری از تاثیر انا همین جریان ها، افکار جریان های دیگر مثل جریان های افراطی دیگری که بیگانه هستند با مردم ما، با کشور ما، از اینها استفاده کنیم، واقعا هم میتواند در دراز مدت خیلی مؤثر باشد. و البته داملا حکمت‌الله هم که یک انسان خیلی فرهیخته و خوبه بودن، خداوند رحمتشون کند و در این باره واقعا زحمت‌های زیادی کشیدن که خداوند رحمت و مغفرتشون کند. آمین آمین. خداوند رحمت مغفرتشون کند و بازماندگانشان و شاگردان محبانشان خداوند صبر جمیل عطا فرماید. همون یک نقطه که حالا شما ذکر کردید، من خودم در پاکستان بودم، همراه از علمای دیوبندم چند ملاقات ها داشتم. اونها هم خود را خیلی که بالا گفتید امتدادی همون مدرسه بخارا و سمرقند میدونن. مردم همین یعنی دیوبند واقعا خودشان را امتدادی همین میدوند. واقعا یک مدرسه خیلی معتدل، میانه رو و خیلی چیزی است که ملت نیاز دارد. ملت به این چیزها که واقعا نیاز دارد و خداوند دعا میکنیم که اونایی که باقی موندن حفظشون کند و اونایی که گرفتن خداوند جاشو و جنت الفردوس از جمله داملا حکمت جاش جنت الفردوس نصیب گرداند. برادر عزیز، قضیه دیوم قضیه برادر عزت امان است. در نویگری مثل اینکه مشکل کمتر دارم، من اینترنت مشکل دارد نمیدونم، ولی مسئله نویگری در قضیه برادر عزت امان است. گفتن که نزدیکانش گفتن که در حبس پیشکی قرار دارد. و فکر نمیکنید همین حکومت یک تاکتیک میگذراند، یعنی به این معنی که یک تاکتیکی از یک طرف میخواد وقت بخرد با مثلا این اعتراضات، نارضایتی ملت و بخصوص مهاجرین رو، یعنی این کاهش بدهد این شدت همین غضب و ناراحتی مردم. ولی باز از طرف دیگر
برای محکوم کردن، برای سرکوب کردن کارهای خودش انجام داده ایستاده است. یعنی حالا میبینیم که اون شاهدان و اون شاهدان و اون دعواگران علیه او را روز بر روز عدد اینها زیاد شده ایستاده است علیه عزت امان. آیا شما هم فکر نمیکنید در مسئله قضیه عزت امان همین خیلی کرده ایستند؟ دیدن که مردم بخصوص مهاجرین صدا بلند کردن، حالا خاموش کرده ایستادن، یعنی کمتر میخوان وقت برود تا اینکه این موج پایان بیاید و بعد در جاش همون چیزی که میخوان نسبت عزت امان انجام بدین همین خیلی نیست؟ درست است. اگر شما دقت کنید محمود جان، باز هم برمیگردد این مسئله با مسئله شفافیتی که گفتیم. حکومت هرگز با مردم شفاف نبود، رو راست نبود. همیشه هر یک قضیه رو میبرد به یک جای میرساند که باید مردم از اون قضیه خسته شوند، سکوت کنند و بعد حکومت به هر کاری که دلش میخواهد انجام بده. شما ببینید این اولین قضیه نیست که چنین شده است. در قضیه زید سعیدوف حکومت اومد مسئله رو طول داد به همین جا آورد و بعد حکم زید سعیدوف رو صادر کرد. در مسئله این بازداشت شده هایی که 119 نفر گفتن حکمشون صادر شد، شما ببینید 1 سال زیاد اونها در بازداشت قرار داشتن، حکم صادر نشده بود. 1 سال دراز. چرا اینقدر وقت رو طول دادن؟ با خانواده اونها وعده کردن که اینها را ما رها میکنیم، اینها از سر سود جواب میشوند. مطمئنم این سخن ها بود. ما اینها را جواب میدیم، از سر سود اینها رها میشوند، اینها این خیلی میشود، تا اینکه اون موجی که امکان داشت با وجود بیاید این خانواده ها یک اعتراضی بکنند، یک مراجعتی به یک جایی بکنند، اون خاموش کردن. بعد آمدن با همین طول دادن گذشت و آمدن امروز دیدیم که به همه اینها چی حکم دادن؟ حکم های سنگین از 5 سال تا 24 نمیدونم تا 20 سال زیاد بیشتر. چرا؟ چون که حکومت میخواهد با مردم بازی میکنه، اصلا با احساسات مردم بازی میکنه. حکومت میبیند که در اینجا وضعیت با اعتراض مردم بلند است، باید وضعیت رو آرام کنه، طول بده، خاموش میستد، عزت امان رو به کسی نشون نمیدهد، عزت امان رو به کسی نمی نمایاند. با همین شکل پیش می رود. یک مدت می رود، وقتی که قضیه یک کم آرام شد بعد میآید حکم سود اعلام میکند. برای عزت امان هم عیناً همین کار را تکرار کرده است. حالا عین همین کار را باز با این گروه 119 نفره کرده است. چگونه؟ با خانواده اونها هم وعده کرده است، حتما وعده کرده است که در این او شما این خانواده شما از اوف خارج میشوند، ولی نمیدونن که طبق قانون هایی که هست وجود دارد اینها با ماده های سود شدن همین 119 نفر که اصلا در یگان اوف این ماده ها وارد نمیشوند و برای همین اونها اوف نمیشوند. ولی باز هم خانواده اینها را آرام میکنند تا که در همین حالتی که اونها یک حالتی اعتراضی است، یک حالت احساساتی بلند است، اونها اعتراض نکنند، ساکت شوند و همین قضیه ساکت شود، همین تا همه عادت کند و فراموش شده رود و هیچ کس اعتراضی نکند. دقیقاً همین کار کرده است و قضیه عزت امان هم بالکل همین چیز پیش می رود. مردم میگوید که با یک نفر میگوید که عزت امان اگر اون چیزایی که ضررها را جبران کند آزاد می شود. با یک نفر میگوید که در حبس پیشکی قرار دارد. با یک نفر میگوید که حالا چی می شود؟ با زودی عزت امان رها می شود، با بچه‌ش یا با دیگر کسا میگه. شما تصور کنید با این بازی ها حکومت همیشه دروغ گفته است، همیشه حکومت با مردم رو راست نبود، دروغ میگه. باز هم همون مثل قضیه باروخ چخیلی که ما گفتیم، در قضیه بازداشت ها تا امروز حکومت ما در کدام قضیه یک زندانی سیاسی حکومت تاجیکستان بازنگری کرده است واقعا و اون را آزاد کرده است؟ آیا شما یک قضیه یاد دارید که یک زندانی سیاسی از سر سود آزاد شده باشه با یا اینکه اون به شکل چی میگن تبرئه شده باشه؟ شما چنین یاد دارید در حکومت تاجیکستان، در سودهای تاجیکستان؟ چنین وجود نخواهد داشت در هیچ حکومت دیکتاتوری، به خصوص در حکومت دیکتاتوری رحمانوف چنین چیزی شما پیدا نخواهید کرد. برای همین مردم نباید دیگر دنبال این باشند که مثلا
عزت امان با پرداخت نمیدونم اون ضررها رها میشود. این ضرر رو پرداخت میکنید، با یک کس دیگه پیدا میشود دعوا میکند، با یک کس دیگه پیدا میشود دعوا میکند. و این حکومت چگونه که برای زید یک نفر زن پیدا شد که گفت به من تجاوز کرده است، بعد حتی نتیجه های بیوپاپ رو، اون مرکز تحلیلی بیوپاپ در روسیه رو دستکاری کرد، دروغ، بازم دروغ آورد که این تایید میکند که زید پدر کدام کودک دیگری هست. ولی بعداً وقتی که ادوکات ها رفتن ثابت کردن که این دروغ است، باز هم هیچ شرمی نکرد این حکومت، هیچ چیز تغییر نکرد. حداقل بعد از این تغییر میکرد باید یک چیز نه در قضیه زید، ولی هیچی تغییر نکرد. چرا؟ زیرا این حکومت تصمیمش از طرف یک نفر گرفته می شود و اون الکی مشخص است و این دیگر راه نداره. و قضیه عزت امان هم در ادامه همین قضیه هست. واقعا هم حتی فشار بالای خانوادهش احساس میشد. صحبت‌های وقتی که اهل و خانوادهش میشنوی در رسانه ها، تعاملش با رسانه ها، احساس میشود که فشار بالای اونها هم هست. یگانه یعنی منبع الटरनेटिव्ی بود که بر رسانه ها خبرها را در مسئله قضیه عزت امان میداد و اونم حالا زیر خود گرفتند و باز مردم را مجبور دارن، اونهایی که عزت امان یک وقت از حقوق اونها دفاع کرده بود، امروز اونها را مجبور دارن و بعضی ها را وعده داده ایستادن که علیه عزت امان بیانات بتید، علیه عزت امان شهادت بتید. این واقعا جای تاسف است. این خیلی گفتید این حکومت همون تصمیم هر از بالا هر چیزی بیاید همون است دیگر. این دیگر مسئله اینا را دیگر میسازند. به طور مثال خدای نکرده بگن که اینا چند سال بتید، برای دادن همین دیگر دلیل میکوبند، این مجبور میکنن و دیگر میکنن. متاسفانه چنین هست. خداوند برادر عزت امان را هرچی واقعا خدمت های خیلی شایان در حق مهاجرین، در حق ملت کرده است، خداوند اونا زودتر از چنگال اینها نجات بدهد. اما در مسئله حالا شما ذکر کردید مسئله 120 نفره، همین جای تعجب نیست برادر عزیز که همین مسئله 120 نفر از دانشمند، دکترانت، ماجستر و استادان دانشگاه صاحب کاران 120 نفر مسئله مطرح است. پرونده اونها است. از 7 سال تا 22 سالی اونها را زندانی کردن، حکم دادن، ولی مثل اینکه گویا چیزی رخ نداده است. حتی رسانه ها با یک همون مطلب میانه اکتفا کردن و از خشتبار خانواده هاش معلوم که اونها هم زیر فشار هستند، ولی باید اونها یعنی زحمتی بیشتر نشان بدهند، باید معلوماتی بیشتر بدهند به مردم، بخصوص نزدیکانی همون 120 نفر که در بیرون هستند. اونها باید بیشتر معلومات بدهند، ولی متاسفانه همین پرونده که خیلی پرونده بزرگ هست به یک پرونده خاموش تبدیل شده است. حیران میشید. حتی مخالفین هم در این باره به فکرم یعنی ضعیفتر عمل کردن. سبب در چی است؟ چرا چنین به نظرتان دوست عزیزم چی مشکل است که همین پرونده بزرگ به یک پرونده خاموش تبدیل شده است؟ اصلا من فکر میکنم بیشتر تأثیر خودی خانواده های اینها بیشتر است در این قضیه. شما تصور کنید وقتی که یک همسر عزت امان صحبت کرد قضیه چگونه شد؟ وقتی که همسر رحمت الله رجب صحبت کرد قضیه به کجا کشید؟ ولی از این 120 نفر شما یک نفر رو دیده که در خارج باشد و از طرف یکی از این خانواده ها صحبت کنند. این طبیعی است که دیگر قضیه را با این شکل نمیتوان مطرح کرد. ما نباید دیگران رو گناهکار کنیم. پیش از همه ما باید در این باره حداقل یک نفر از اونها پیدا میشد که درباره اونها معلومات، وقتی که ما و شما میخواهیم در این باره معلومات پیدا کنیم، در رسانه ها گزارش پیشنهاد کنیم یا اینکه درباره اینها در رسانه های ما خودمون صحبت کنیم، آیا میتوانیم با آسانی از اینها معلومات بگیریم؟ این مشکل است. یک به حد آمدن در یک حالت قرار گرفتگی هستند که یا به وعده حکومت باور کردن یا سخت ترسیدن. و من واقعا تعجب میکنم از این حالت. چرا
یک نفر از این خانواده ها پیدا نمی شود، در حالی که اینها همش یک انسان های واقعا هم انسان های شریف، انسان هایی که مطمئنم از تمام افراد این بازداشت شده ها اگر بروید از نزدیکاشون بپرسید، من به این باور دارم، با یقین میگم، چون چند نفرشو که میشناسم از دوستا و رفیقام که هستن، اگر از کسایی که اونها رو میشناسن شما بپرسید، حتما میگن که خوبیش به کسی رسیده است، خوبیش به اونها رسیده است حتما، ولی بدی اونها به کسی نرسیده است، از اونها هیچ بدی سر نزده است، هیچ گناه سر نزده است. ولی چرا یک نفر حاضر نیست که از همین انسان ها هم حمایت کند، حتی از خانواده‌های خودشون، حتی معلومات بتید، حتی در این باره صحبت کند، گپ زند که قضیه چی است، وضعیت در کدام وضعیت قرار دارد. فکر میکنم بازم با اونها وعده کردن که شما اگر صبر کنید و شما در این ماهی در وحدت یا در نمیدونم استقلالیت باز عفو میشود، اونا عفو میشوند، اونا بخشیده میشوند، ولی فراموش کردن که این حکومت از ابتدای وجودش با وعده خلافی، با دروغ، با فریب، با نیرنگ تا اینجا رسیده است و این هم ادامه همون فریب نیرنگش است. بله بله، یعنی واقعیت این است که برادر عزیز که مثلا که در بین اونها دوملو اسماعیل هست قهاروف که از علمای مشهور، دوملوی مشهور و از نزدیکان خانواده مشهور تورجان زاده ها، مثلا محمد نعیم داماد ایشون نوردین جان هست و خیلی مثلا دوملو قربان علی و دیگر مثلا شخصیت ها دانشمندا و اینها هستند. دکتری بیماری های قلب، یک بله بسیار متخصص خوب، نامزد ایل در میدگرداک بله کار میکرد، اون هست. دکتری چی میگن سرطان شناس، یکی از بهترین سرطان شناسا زندانی است، کسی چیزی نمیگه. دکتر علم چند نفر داریم از در این داخل اینها، کسی چیزی نمیگوید. نمیدونم راستی این قضیه خیلی عجیب است برای من هم. بله بله، واقعا هم همین خیلی جای تعجب است، یعنی اینقدر شخصیت ها هستن و این پرونده جزئیات خیلیش معلوم نیست، چرا مثلا مخفی هست، با چی اتهام اونها شدن، یعنی واقعا خیلی از مسائل این جزئیات قضیه به مردم معلوم نیست و رسانه ها هم مثل اینکه چندان پیگیری نمیکنن. شاید این به خش تباری اونها هم رد میگیرد که 120 نفر وقتی که به این سالهای طولانی بازداشت می شود ولی این پرونده باز به یک پرونده بزرگی خاموش تبدیل می شود، این جای عجابت دارد و ما با یک بار دیگر از همه نزدیکان و خش تباری همون 120 نفر خواهش میکنیم که خاموش نایستند و بعد رحم و شفقتی که مقامداران از خود ظاهر میکنند به اون باور نکنند، به وعده‌های دروغین باور نکنند و واقعا هم اگر خاموش ایستادن باز همان قدر فشار بالای اونها بیشتر می شود. بهتر این است که صحبت کنند با رسانه ها، درد خود رو بگن، درد خویشاونداشون بگن، این بهتر و خوبتر است. خب برادر، یک مسئله دیگر خیلی مسئله مهم هست، به مهاجرین ربط میگیرد برادر بابا جان قیوموف. مسئله همون مقامات روسیه که گفتند، مقامات بلندپایه روسیه گفتند که به مسئولین کشورهای اسنگ گفتند که مهاجرینی که بودوباش رسمی ندارند اونها با مجازات و دپورت روبرو هستند. حکومت تاجیکستان و مقامات تاجیکستان هم گفتن که اگر تا همون 15 ایون که گفتگی است به مقامات روسیه هر تاجیک مهاجری که در روسیه هست گزارش ندهد و مشکلش حل نکند، بودوباش در همون روسیه منع می شود و واقعا هم یک مشکلی کلان هست. ولی سوال من این است برادر بابا جون که 250,000 ما بعدی ازبک ها، همسایه ازبک ها اونها بیشتر از ما هستند، دومین ملتی که بیشترین مهاجری غیر رسمی دارد ما تاجیک ها هستیم. به نظر شما اینها چی کار میکنند؟ 2 ماه وقت مانده است تا 2 ایون. آیا مقامات روسیه واقعا همین کار رو میکنن اگر این 250 نفر مشکلی
مشکلی بودباشان رو حل نکنن اونها واقعا اخراج میشوند، یا اینکه مقامات روسیه پیام دادن که مهاجرین در مسئله بودباش جدی باشن و خطر سختگیری کردن. به نظر شما کدامش نزدیک کردن؟ البته من فکر میکنم که این پیام هم هست و حکومت تاجیکستان برای یک نوع زیر فشار گذاشتن برای وارد شدن با اون اتحادی گمرکی. اما در عموم اگر ما نگاه کنیم یک واقعیت است. مردم ما عموما به سندگذاری زیاد توجه نمیکنن، و خصوص مردم مهاجری ما، چون اصلا با متاسفانه حکومت طوری کرده است که همه کار با پول با رشوه حل می شود در تاجیکستان. با رشوه پاسپورت میگیرد، با رشوه نمیدونم بلیط میگیرد، با رشوه میرود پرپیسکا میکند، تمام چیز، هر حتی کمترین یک سند اگر برای او لازم شود با رشوه اون حل میکند و فکر میکنند که در همه جا کار به چنین راه می شود به مقصد رسید و کار را حل کرد. به همین خاطر می روند در روسیه بے پروا میگردند و یک وقت میگردند که مهلت مراجعت کردنشون به جاهای در همون نهادهای مربوطه گذشته است، تمام شده است و این مهاجرین نمیدونن. واقعا هم من میدونم، من مطمئن هستم که بسیاری از این مهاجرین نمیدونن که به کجا باید مراجعت کنند و چگونه مراجعت کنند، چیکار کنند و اینها همین از همین خاطر میمانند غیر قانونی و حالا حکومت روسیه هم تهدید دارد که اونها رو اخراج میکند و اگر اخراج کند از اونجا، خب طبیعی است مشکلاتی که به سر مردم تاجیک میآید دیگر معلوم است. از یک طرف اگر حکومت بالای فشار بالای حکومت باشد، از طرف دیگر فشار بالای خودی مردم مهاجر هم هست، خانواده های اونها، مردمی که اونها تامین میکنن چندین، هر یک مهاجر با کمیش 5-6 نفر رو در تاجیکستان میخوراند میپوشاند و این به تاثیر نخواهد بود در دراز مدت. بسیار خوب. برادران عزیز، مهاجرین گرامی، اگر شما هم هستید در خط میتوانید، یک قضیه دیگر مانده است که ما اون را بحث بررسی میکنیم و فکر و نظرهای خود را میتوانید در اینجا بگویید. ما هم تقریبا حدود 47 دقیقه می شود که برنامه ما ادامه دارد و انشاءالله که باز هر برادری که میخواهد وارد شود مرحمت بفرماید وارد شود. ما لینک رو در همون کامنت ها گذاشتیم. یک مسئله دیگر اخیران مسئله قضیه وفات رهبری همان شرکت امید 88 است. خیلی که میدونید این قضیه تقریبا به همه معلوم است، جزئیات قضیه، چرا اون سقوط کرد، چرا به زندان رفت. یعنی همه معلوم است که اون رد میگیرد به خلال رساندن در تجارت اویله. یعنی امید 88 یکی از رقیبان فراز بود، فراز که مالکش داماد پرزیدنت شمس الله هست و بعد شمس الله صاحب است و این وقتی که پرزیدنت اونا گفت که وقتی که حالا یک نفر وارد شدن، وقتی پرزیدنت اونا گفت که شما باید چند 170 میلیون تومان اینا بسپارید، بعد اون این سقوط این مرد رجب علی شروع شد و واقعا هم اون گفت آماده هستم که این پول پرداخت کنم، این مبلغ پرداخت کنم، ولی کسی نشنوید و 28 سال زندان شد و بعد واقعا سلامتیش خوب بود. بعد همین روزهای اخیر اون سلامتیش از دست داد و آوردنش بیمارخانه. در بیمارخانه خوب یعنی شفای کامل نیافته، اون را برگرداندند و متاسفانه از دنیا گذشت. این را در مصطلحات سیاسی قتل های تدریجی میگویند. یعنی یک چیزی که مثلا وقتی که یک زندانی نیاز به تبابت دارد، وقتی اون را تبابت نکردن، این قتل تدریجی هست. یعنی اون را شما گذاشتید که بمیرد، وفات بکند و در مسئله امید هم همین هست. در مسئله اکای حکمت الله سیف الله زاده خداوند اون را هم نجات بدهد. اکای حکمت الله سیف الله زاده این پیرمرد حالا چند وقت پیش خبر شد که دیم که سلامتیش هم خوب نبود، آوردن به بیمارستان. واقعا یعنی در تاجیکستان ملت خودش چی ندارد،
یعنی در داخل حقوق خود ندارد، ولی اون بیچارهایی که با در زندان هستند اصلا مثل اینکه یعنی حقوقشان تماما دیده نمی شود. به نظرتون چرا مثلا حکومت بخصوص آنهایی که به خود عائله ربط دارد یا رحمان از اون شخصا ناراحت است و چنین سرنوشت ها روبرو می شود؟ البته این اولین قضیه نیست. شما اگر نگاه کنید میرزا ضیایف هم که یک قماندان معروف اپوزیسیون بود و بعد رفت خدمت حکومت بود، ولی چی شد؟ بالاخره آمد جایی که حکومت به نفع رحمانوف نبود و نمیخواست، با یک طرز فجیع از بین بردش. اینو ما دیدیم. یا اینکه شما تصور کنید همین غفار سیدای معروف و غفار سیدای غفار میرزایف، یا اینکه شما تصور کنید یعقوب سلیموف، اینها چرا زندانی شدن؟ اینها هم همه که در کنار رحمانوف بودن. اگر هر جنایتی که اونها کرده بودن رحمانوف از اون بیشتر کرده بود، کمتر نه. ولی ببینید شما به چی شکل است. حالا بیایم سری مسئله امید 88. شما نگاه کنید از چنین شخصیت ها بیاید مالکی ماوراءالنهر را فکر کنیم. چی شد قضیهش و کجا کشید؟ بیایم مالکی آریما را فکر کنیم. یک شرکت اون مگزین های زنجیره آریما بود، اون چی شد؟ کجا شد؟ هر کسی که از لحاظ اقتصادی قوی شد، رحمانوف و خانوادهش حتما اون را نابود میکنن. میخواهید یا نمیخواهید، یا باید یک طرز به این عائله پیوست شوید، با یک طریقی نمیدونم جیان و نمیدونم داماد و دامادی و یا اینکه قداگی و یا یک راه پیدا کنید، خلاصه با اینها خش تباری پیدا کنید، یا اینکه شما عاقبتتون همین است، مثل زید سعیدوف، مثل اون رهبری ماوراءالنهر، مثل رهبری آریما و خیلی های دیگر که واقعا همین عمرانی قوت. شما تصور کنید صاحب اصلی فراز بود. همین فراز پیشتر نامش کیمچی دیگر بود، حاضر یادم نیست به فکرم. بعد آمدن از دست او گرفتن، از دست رحمتی عمرعلی، و امروز صاحب اون شدن. به خاطر همین اونا چقدر فشار آوردن و از کشور فراری شد. کم نیستن چنین شخصیت رو. واقعا هم شما تصور کنید عاقبت این کارها به کجا میبرد معلوم است. یک خانواده میخواهد تمام تاجیکستان رو در اختیار داشته باشد، در پنجه خودش اسیر کند، و به همین خاطر کسی که کمترین استقلالیتی فرق نمیکند، اون استقلالیت فکری باشد، استقلالیت نمیدونم شخصی باشد یا اینکه اقتصادی باشد، اگر از خودش داشته باشد حتما اونا از بین میبرند. و شما نگاه کنید همین در اینجا باز همون مسئله رشک رحمانوف هم هست که به هر یک شخصی که به یک جایگاهی میرسد، یک موقعیت پیدا میکند، حتما رشک میکند و اونا از اون جای یا که مثل عزت امان دزدیده میبرد زندانی میکند، یا مثل زید سعیدوف از کجا با بیگناهی خود مطمئن بوده به تاجیکستان میرود راست به زندان میبرد، یا اینکه مثل امید همین 88 مثل رجب علی میگیرند و از بعد بسیار راحت زندانی میکنند و میبرند. قضیه جالبتر دیگر یک چیز است. شما تصور کنید از همه جرمی کلانی رجب علی را فامیلیش یادم رفت راستی چی میدونن؟ میگن که پولهای راغون را گرفت و قرض گرفت و برنگردوند. چرا اون کسی که پولها را قرض داد به جرزو کشیده نمیشود؟ مگر این نیست؟ او گفت من پولهای راغون را برمیگردونم، قرض شما را برمیگردونم، ولی کسی که به این پولها را قرض داد و برگرداندن نتوانست، چرا اون مجازات نمیشود؟ اصلا باید اون مجازات بشود یا نه؟ پس چرا؟ و حالا هم بسیاری مردم هستن که برای راغون پول دادن، چرا پولی اونها داده نمیشود؟ همه این جای بحث دارد، این جای فکر دارد و مردم اینا میفهمند. مطمئنم که مردم اینا میفهمند که اون کسی که این پولا را قرض داده است اون جنایتکار اصلی است، ولی آزاد است، میگردد و باید اون به جوابگری کشیده شود، نه رجب علی.
بله، یعنی به نظرم در تاجیکستان هر وزیر و هر مقامداری بلندپایه هست، در کنج دلش همین ترس دارد که خدای نکند این رحمان و فضل ناراحت یا ناراضی نشود که چنین سرنوشت رو روبرو خواهند شد. واقعا یک چیزی است که در تاجیکستان همه مقامداران وزیران همین را دارند و خدای نکرده مثل همین رجب علی، مثل همین رهبر امید چنین سرنوشتی تلخی رو روبرو خواهند شد. و همه میدونن که مسئله اینجا همون رشک که گفتید، رشک یا مسئله اویله است و تجارت اون است. باید اون اویله هر کاری کند بکند و مردم باید خاموش بیستند، صدا بلند نکنند. و یک مسئله دیگر این است که برادر یک غریبی ها غریب و برادر بابا جان گفتن، حالا دو برادر هستن، یک توبکه یک فوته تاجیکستان، یک نفر غریبی ها غریب و نوشته است 17 نفر به تحکر امروز پگاه میبرند برای میتینگ کردن، ایلکوش شما قامتشون میشکنن. اوهای هم فرزند داشتن که دستگیریش کن آدم پشت پرده. فهمیدی؟ این واقعا اون اشاره به همون 17 نفری هستن که در همون میتینگ های مسکو بودن و بعد بازداشت شدن و بسیارش آزاد شدن و این 17 نفر حالا در بازداشتگاه قرار دارن و احتمالاً اونها رو به تاجیکستان دیپورت کنن. اینم هست واقعا هم یک محمود جان، اول این برادرها که وارد شدن بشنویم تو فرصتی بسیار خوب. بسیار خوب. برادر توبکای این شما شروع کنین، بعد فاتح تاجیکستان. فرما. سلام علیکم. سلام علیکم برادران. بفرما. مبارکی ماه رمضان مبارک به همه برادران تماشابینا. با همین برادر که سوال داشتم نسبت همین قضیه که گپ زدین روز گوش کردین. الو. بله برادر بابا جان. بله بفرما. برادر بابا جان در گپ زدم، مقصد که همین مسئله توبکه به هم خاطر نوشتم همین چیرا که مقصد یگان چوره همین راه حل همین نیست که مقصد پیش همین تاریخ خونده، مثال تاریخ میدیدن همین قمانداناش میموندن، خریطه را در پیشون یک نقشه میکشیدن که ای طرف درومان در کار، ای طرف درومان در کار، چقدر موقع کجا را چیکار در کار. و همین خاطر ایو با گفتن تماما قبول ندارن، ایو گفتن گوش هم نمیکنن، ایو را فقط چی کردن در کار، ای پیش رفته ای سر قدرت بیرون کردن در کار، یا دیگه خیلی با گفتن استعفا یا نمیفهمن، برای که ایو برای مول ملک شون، این مول ملک اینو جمع کردن کو رنگی کلموشه که مثال جمع میکنه کود در بالای خزینه‌اش میمره یا همو خیلن، یا با گفتن قبول نمیکنن گپا. مقصد همین مسئله را یک چی میکردیم، یگون پیشنهاد، یگون نقشه، یگون چی میکردیم، مقصد همین را شما فهمیدین. میدونم برادر خیلی سوال داشتم. مقصد همین استاد کبیری مثال همین پیش اینو شهیدای گذشتگی مقصد اینقدر امی چی کردن، عقب نشینی کردن که به خاطر که تلفات نشود، تلفات تو چند زیاد شد. امیر یک چوره دیدن در کوریت پیشگیری کردن در کور خود تو که ملت خمی کشنی یا میگم که برای مول ملکشون در کور شود نمی خلق خمی کشن. بله. این مسئله یک روشنی بدون یک گوش میکردیم شما را هم سوال جواب میدادیم. ببینید برادر عزیز، من محمود جان با اجازه شما من مستقیما جواب میدم. بله بفرمایید. یک مسئله است برادر عزیز، ما بسیار کسایی را دیدیم که مثل همین ها مول جمع کردن، حکومت خانوادگی تشکیل کردن ولی در وقتی که مردم قیام کرد با چه شکل اونها رفتن. مثلا بیایید یک مثال ساده میگیریم، همین بن علی، زین العابدین بن علی پرزیدنت تونس بود، یک دیکتاتوری که از همین دیکتاتوری ما هیچ فرقی نمیکرد. بسیار پول و مال جمع کردگی بود، همه را خانوادگی کردگی بود، مسجدها را حتی با کارت مخصوص درست کردگی بود، مثل پاسپورت برای چیزا که به اون وارد شدن نمیتونستی. یک حالت بسیار عجیب و غریب، یک دیکتاتوری با تمام معنا و با بسیار شدید چیزها. ولی وقتی که مردم خست، چی شد نتیجهش؟ کجا شد؟ یا اینکه بیایم همین حسنی مبارک نگاه کنیم. وقتی که به حسنی مبارک نگاه میکنید شما در کشور ما همگی 9 میلیون است.
کشور مصر 80 میلیون است. شما تصور کنید که این کشوری به این بزرگی با اون تمام منطقه استراتژی دارد و چیزایی که دارد، ثروتی که دارد، این حسنی مبارک هم عین همین دیکتاتوری ما ثروت زیاد جمع کرد، ولی وقتی مردم برخاست دیگر نه اون ثروتش نه اون چیزش نتونست اون پیش راش گرفته. برادر عزیز شما درست میگه، ولی یک واقعیت ها رو در نظر بگیرید. سال 2015 2016 وقتی که تازه همین چیزا شروع شده بودند، فشارهای حکومت شروع شده بود، چقدر مردم اعتراض کردند، چقدر مردم اعتراض میکرد، چند نفر در رسانه ها بر ضد حکومت صحبت میکرد، اعتراضی آشکار میکرد و میگفت که بس است این ظلم شما، ما دیگر ظلم نمیخواهیم. تقریبا انگشت شمار بود در رسانه ها، تقریبا هیچ کس جرئت نمیکرد آشکار بگوید. امروز مردم ما حتی از داخل از عزت همان حمایت میکنند، مردم ما حتی امروز از در روسیه دست به اعتراض میزنند. این نشانه این است که مردم ما بیدار شده ایستاده است و ما میرسیم به روزی که این منصبداران، اون تمام اونهایی که امروز پول مال شما میگید که به خاطر پول مالشون همه را میکشن، به خاطر انا حفظ انا همون پول مالشون اونها فرار خواهند کرد، اونها از تاجیکستان خواهند گریخت، مطمئن باشید به این. ولی اون مسئله که شما میگید، من فکر میکنم که ما همیشه باید مردم رو بیدار کنیم، راه مسالمت آمیز قانونی و کار کنیم که مردم اینها رو از راه قانونی با راه درست از کشور بیرون کنند و حق خودشون مردم از دست این طایفه بگیرن. سلامت باشید. حالا میتیم برادر فاتح تاجیکستان بفرما. فاتح تاجیکستان، حالا فاتح وجود نیستند، جواب ندادن. برادر شما احمد جان بفرمایید از داخل ماشین که دید صحبت داریم. سلام علیکم برادرها، سلام علیکم به تمام علیکم السلام و رحمت برای همه شما مبارک شما شود. هم مبارک باشه. خیلی همی اکمو قید کرده نک یک جورا با فکری من با گفته من که فراموش کرد. برای همی اشوخری میگن اکا مقصد همی بالای ما و اکا مقصد بگیم که جناب پرزیدنت مساکرگی تو همو درونی گواره که بول پیدا میشوه نسلی نورس همش ایش وخر میوانه که بعد یک چیگر نگفته نمونه که برای همین ایش وخری میگیم مقصد در روسیه فکر میکنیم ما در اینجا مقصد اینا پاتنت هم کنیم بگردیم در همینجا سیرامنو یگون پریچینا میکوانی پاتو میگیرن میبرن پراویر که یگون شترف مقصد میکنن نو ما نمیفهمیم یگون شترف میکنن خیلی گشتن میگیریم بعد یا سه چهار ماه بوده یگون جوگا بقپرون بعد میگن که تش شترف دادیم مقصد خیلی اینا هم خیلی پریچینه نه که همیشه گفتم که به فکر من شما قید نکرده که مقصد همین جناب عالی سرکرگی هم ایش وخریم ده هم خیلی مقصد مبلغ میتین در همین تاجیکستان هم باشه در همین ناحیه رشت مقصد من همین جایم پول نه میخواستم پاسپورت بگیرم پاسپورت تاجیکی مقصد برای این پاسپورت تاجیکی 106 سوم شد یا 96 سوم شد رفتم در بانک سپردم گشتم اومدم پچت پاسن گفتن سپردن در کار برای پچت پاسن سپردن در کار 16 سومانی دادن در کار میگم 16 سوم خیمه اوج سپردیم در بانک نه مقصد چکش هسته نمیگه عدل خیلی گفتم عدل تو بنویس بتیده ما برام در بانک سپردم نمیگه عدل خیلی ما گفتیم در سایت MVD تاجیکستان معلومش کردیم که همین 6 سومانی بوده مقصد با هوا با من قصد گرفتن که پچت پاس الکترونی نگرفتن به همین رنگ قطعی دسته مرا همش جزیر کردند بعد گفتن دوال نشیده گفت که هو خیلی گفتن زاتون من وی گرد کردم که 10 سومانی در کسای من فایده شد فقط گفت که 10 سومون باید نمیشه گفتن هر یک فردی تاجیک اگر به شرط همین خیلی 10 سومی فایده ببینه شما ان شاء الله با هم خودم خستون کار کردن نمیتونه اینا همش ایش وخرم بعد ما به همین قطعی آموخته میشه میریم ده. بله متاسفانه سیستم را فساد کردگیان درست میگه بله. سیستم همین پیچیدگی است که حتی از مکتب طلبه مکتب برای معلمش پول میبرد از همونجا رشوه شروع میشه شما درست میگید و باید یک مبارزه ملی شروع کنیم ضد فساد ضد رشوه
باید مردم هر کس مسئولیتی خودش بداند که رشوه نتیه، حقش طلب کنه و چون مردم بیچاره حقش نمیداند، قانون نمیداند و بسیار این حکومت هم همین شرایط به شکل کرده است که مردم نفهمند زیاد از قانون ها، از مقررات اداری از اینا آگاه نباشند و بروند مجبور شوند که رشوه پرداخت کنند، پول بتیان و این سیستم را اصلا عمدن قصدن اینها سیستم فاسد و رشوه‌خوار کردگی هستند. درست میگه شما؟ خیلی گفتنی من برنامه قطعی انجام میرسه. باقی در پناه خدا باشید. یگان سلامت باشین. سلامت باشین. رمضان زنده باشین. خب برادر یک برادر دیگر تاجیکستان به پیش وارد شده است، مثل که حالا نمیتوند چی کند. واقعا هم خیلی که برادر بابا جان شما گفتید واقعا هم همین خیلی هست که یعنی باید مردم وقتی که صدا بلند کرد دیگر حتی همسایه باقی گجا شد گریخت رفت، مردم بخیزد، مردم بیدار شود، انشاءالله که اینها خواهند رفت. حالا برادر فاتح، یک نام فاتح تاجیکستان، برادر اگر بشنوید بفرمایید. دوستی عزیز برادر خواهرین بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام. ما رو میشنوید؟ بله میشنوید. خب اکا من میخواستم یک فکر خودم رو بیان کنم. بفرمایید برادر. من میخواستم که فکر من این است که همین تاجیکستان با تاموژن سایوز وارد نشود، با تاموژن سایوز وارد نشود، داخل نشود و این چنین از این حکومت هم استفاده نبرد و استعفا بدهد و غیر از این. باز میخواستم که همین 201 دیویزیایی که در تاجیکستان هست از طرف روسیه همین هم با تاجیکستان برآورده شود. میخواستم که شما گویید همین فکر من چی خیلی فکر است سیاست. فرما برادر بابا جان، سلامت باشه. برادر بابا جان بفرما. البته برادر این فکر شما حق دارید درخواستون بکنید و هر حکومت باید که در این مسئله منفعت‌های خودش ببیند. این واقعیت است برادریت. حکومت باید همیشه منفعت‌های خودش در اولویت بگذارد و وارد شدن نشیدن شبکه سیوز با در نظر داشت منفعت‌های خودش و منفعت‌های مهاجرین تنظیم کند. از طرف دیگر حضور دیویزی 201 در تاجیکستان در این شرایط فعلی من فکر میکنم زیاد ضرر ندارد، به شرطی که حکومت تاجیکستان بتواند از وجود اون به درستی استفاده کند و برآوردن اون هم از تاجیکستان میتواند با توافق با کشور روسیه انجام بگیرد و این یک مسئله بین دولتی است و زیاد در قضیه فعلی ما ربط ندارد، به موضوعهای حاضره ما ربط ندارد. برادر احمد HD احمد فرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فرما برادر. اولا گفتنی هستم که آزادی با که عزت امان و بعدا در مسئله واروخ گپ زدنی بودم برادر. همی از یک ویدیو پنج دچی مقصد در اومدگن سری هم دنبا اومدین کجا اومدین هم قرقیزا باور که خونم جوشیده است. خیلی میکنیم که مردم ما کسی که همی چی را بینه و بعدا ویدیوهای دیگر که سالداتو را قبدگی چشماشون بستگی بدن باور که خونی آدم میجوشه که هم تیت پیت کنی بری هم قرقیز و کیه و بشه. بعد گفتنیم که همی دولت چی دولت هایی که راست خودش زشیشت کردن نمیتونه، خلق اجازت نمیتونه که خلق زشیشت کنه. چی دولت دوریه وابشه؟ خیلی بی کم ترک ایمان، کم ترک وطنداری، وطن دوستی، صلح و وحدت ملی، چیم چی قبر بالا قبرستان میگردن، کم ترک اوه نشان داده میتونن نموسیونا همین جدا.
تمام دنیا خونی تاجیک میجوشه که 143,000 کوادرات متر رنگی استغفرالله میگفتم رنگی چی کم مایده یا вообще هیچی نیست بگیم دولت با همین رمز شاد کردن نمیتونن. ایروز قرغیز اوجا را طلب داره بود دیگه برنامه‌اش ندیده استم دیگه جورا گفته است که دیگه جورام در زمین قرغیزا و ازبکا ساختگی یک بوده تاجیکستان نیست بی قرغیزستان نیست بی ازبکستان نیست بی دیگه دولت ها هم شاید تاجیکا بودن. باز یا خیسیان نه تاریخ دارن نه چی دارن گپ زدیسیان این مردگان دولت داره بخیزن گاو زنن یگم چیکنه راست نمیتونن و خی استعفا بتین ببروین یک مرده که بانوموس ببروه گاو زنه برای حل کنه کورا کنکریت نه این نمیدونم ای چی کوکا دستیان یا وابشی امنیت شما مردگین اگر همین آوازای ما را شما فهمیده است باشین مردگین ای خلق اعلان کردین هر یا شهری نره در مسکو هر یا نروه دیگه دولت ها میپرن میان قرغیز قطعی وطنشون نیست میکنن در کورشوا شما چی کوکا دستین وابشی وطن ایروز ایدست میتی پگه فرزند دا چی جواب میتی همین وطن که ایدست دادین بدونه که خونه پل تون اثر تون میمونه دیگه فایده تو نداره در دیگه دولت ها رنگ دیم آدم زندگی میکنه چی خیلی که در دولت خودت زندگی میکنی در دیگه دولت خیلی زندگی کردن نمیتونی و قدر حقوق احترام در دیگه دولت نیسته چی خیلی که عزت امان هاز گرفتن رنگ چی بری پاسپورت شد در اوندن پرتوفتن اگر دیگه دولت ها زشیشه تنکنن سر اون حقوق ملت خودش دیگه ملت بلوه همین چیز بدونه دولت تاجیکستان حکومت داره هازی وظیفه دارین وظیفه تونه بکنین خطیه بی وطن زشیشت کنین ایقا میدزدین ایقا کورو میکنین مردم خپه و پگه گلوتکتون میقپنه در این دنیا را هم جواب میتین در دیگر دنیا را دیگر جای گریز نمیوین چی کوکا دستین شما من نمیدونم یک پروگرام دیگر برادر دیدم کیره همون گلمراد کیه کو حاجی حلیم و اجای ما راستی که باوی عبرت کردن سالی 2014 2015 وقتی که با هم کنفلیکت شده بوده قرغیزستان ده چی ده گفتن که مقصد هوای رفتگی حل کرده بوده هر یک شیروی نره میگیرین میکشین اوقی اینا ایزد امونه بردین محکم کردین چیکو که دستین شما من نمیدونم و یا سوال دیگه برای همی اکا یوریستم دادنی بدم که هازی مردم همی چیکو کنن که همی کار حل کنیم ما همی کار وروخ چیکو کنیم ما ای بحری همی زندگی من میگذاره میریم همونجا یکون کار کنیم مقصد چی ای دستی ما میبیویا هر یک ملتی تاجیک هر یک هموطن چیکار کرده میتونه بکنه از برای الله همی کارا هر یک ای آدمی عادی سر کرده تا مقام داره بگیرین زایبلینی بنویسین یا کار کنه نخی یا پیشنهاد کنه نمو پرزیدنت نیوژل هم قدر خونه پل داره نیوژل هم پل نمیرسه که برای یک تجارت آخی و تجارت بفرانه فراشه برای وگد نخشه دگوار میکنه پلی با مقدمو نه خب برای هوا تد ای وطن خود ای زمین خود دفاع نکنی عصر 21 زمین یگان دولت حق نداره زمینش بفروشه یا که زمینش بتیا گرفتین پومیر دادین با خورو هم دادنی برادر همین سوال ما در جواب بده چیکو کده میتونه ما همی هر شهروند تاجیکستان چیکو کنه که سهم خشه بگذاره برای همی وروخ و برای همی کرو برادر عزیز من فکر میکنم که ما من فکر میکنم که ما هممون در همین حالی که حاضر شما هستید واقعا هم دل ما خون است برای وروخ نگرانیم برای مرز بوم کشور نگرانیم ولی تنها کاری که ما میتوانیم کرده این است که از حکومت دارمون طلب کنیم بله طلب کردن در کره از مرز بوم ما دفاع کنند بجای اینکه بجای دزدیدن عزت امان بروند در مرز وروخ بشینند اون دزدایی که میآیند مردم از دیگر جاها میدزدن میبرن و میآیند مردم فشار میارن بالای خانواده‌های مخالفین و از پس مخالفین میگردن بروند در مرز بوم بشینن و از مرز دفاع کنن همه میدونن که کمیته مرزبانی در اختیار کمیته امنیت هست بروند با حمایت کنن از مرز کشور و مردم واقعا هم آشکار و شفاف گزارش بدهند که چی اتفاق دارد میافتد چی شده ایستاده است قضیه به کجا میرود مردم چی میخواهند و حکومت طرف دیگر همسایه کشور چی میخواهد و مردم آشکار بگویند تا مردم بدانند چیکار کردن شونند
این واقعیت هایی است که باید با چنین پنهانکاری، با چنین درویگی، با چنین فریب نیرنگی که حکومت ما دارد، ما فقط تنها کاری که میتوانیم بکنیم این است که از این حکومت طلب کنیم که از این شیطنت و دروغگویی و فریبگری با مردم دست بردارد، با مردم آشکار صحبت کند، با مردم گزارش بتید. واقعا هم حکومت وظیفه دار است که با مردم گزارش بتید، زیرا این حکومت از حساب نلاگ همین مردم، از حساب زحمت های همین مردم زندگی دارد، صاحب مال و ملک و ثروت و مقام شده است. باید اینا جواب بگن در نزد مردم، باید به مردم گزارش بتیان. ما طلب کنیم که گزارش بتیان به ما و ما از اون موقعی که هستیم دفاع کنیم و ما جنگ نمیخواهیم برادر عزیز. با جنگ هیچ وقت برای ما در منطقه خوب نیست، نه برای ما نه برای همسایه‌هام. ولی ما باید یک کار کنیم که از مرز بوم خودمان قاطعانه دفاع کنیم با راه درست و اون قضیه را به آسانی به خوبی حل کنیم. و ما هم طرفدار شما هستیم و طلب کنیم از مقامات طلب داریم که آشکار شفاف با مردم صحبت کنن، موقع خودشون در این باره با مردم آشکار بیان کنن، بگن که چی با طرف مقابل چی صحبت کردن تا ما و مردم از رسانه‌های کشور همسایه موقع حکومتدارای خودمون نفهمیم. و در این حالت میتوان گفت که مردم در کنار حکومت خواهد بود و از شاید که با هم یک جایه بتونن که از این مرز و بوم دفاع کنن. سلامت باشین. برادر عبدالله شما بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. هر یک شما مبارک باشه انشاءالله. من یک شهروند جمهوری تاجیکستان از حکومت تاجیکستان طلب میکنم اکای عزت امانه آزاد کنن و آدمای بیگناه اونها هم آزاد کنن طلب میکنم. الله هم ما شما موفق بگردونه در زمان شاد نگردونه. قناتم به الله. آمین 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 یا رب العالمین. خداوند هر چه زودتر برادر عزت امانه و دیگر محبوسان را از چنگال اینها نجات بدهد و خداوند فعال ملت ما را از همین ظالمین، از دست همین ظالمین نجات بدهد و انشاءالله این با کمک و زحمات ما و شما می شود. انشاءالله امیدواریم می شود. سلامت باشین برادر. برادر ماه شریفی مبارک، ماه شریف بفرمایید برادر. بفرما برادر. میشنوید ها؟ بله. باز یک بار دیگر سلام علیکم. از همین سبت‌های مستقیم استفاده برده همه خلق تاجیک با ماه شریف رمضان تبریک گفتم. همه خلق تاجیک غریبان اگر همی در وطنم اگر نگاه کرده باشن، در وطنم خلق تاجیک و همه خلق مسلمان روی جهان، خداوند کریم و رحیم ای همه بدبختی و سختی و مثال کم بودی غم و غصه همشه نگهبان باشه. بعد از این درباره قضیه عزت امان چند باره که هست نگاه داریم گفته است روز دویم هفته است، یگان دیگرگونی نیست، یگان پیشروی نیست. من خیال میکنم پیشروی این نمیشود. درباره قضیه وروخ این فکر عقیده خود ما است که من خیلی نگاه کردم همینجا یک حقوق شناسشتگی مثال برادر این پرابلم ها ای 70 سال رفته استیان همین خیلی است طوریه همین وروخ پرابلم ای وروخ ای 70 سال رفته است. وقتی که مثال سویز سویتسکی سوسیالیستیک республика СССР بود ایرا پرابلم را رشد نکردن همین خیلی موندن ایستادگی که او وقت ممکن بود همین پرابلم را همه республикаи مثال در یک دولت بود ممکن بود همین گرانیسا را عدلیت کرده разделят کرده به یگان پرابلم که پگاه یگان گپ خبر نشود ممکن بود همین نو نکردن. رنگ قره‌باغ کوهی من خیال میکنم این فکر عقیده من ایده لیچ خودم که خیال میکنم یگان کازینوی کارت موندگی است که از ولیان خیتوی در آسیای میانه بسیار رفته است. ایجرانگ ما برادر با برادر سیم گروه های دیگر خارجه خوش کردن ما را برادر با برادر جنگ دختن 92 سال ما همه
شاهد زنده همین وقت چی بودیم. من خیال میکنم که همین جهاز دو دولتی همسایه را با بین یکدیگر جنگ داشته با یگان دیویزیای میراتورس که گفته برده با 10 سال دیگه همونجا میمونن یا ارمی خچونا برای زشته خچون همونجا وی میکنن یگان بازه. این فکر عقیده من ایده. ایرا میخواستن اگر رشد کنن وقتش در رشد میکردن، نه که حوز این وقتش اومدگی همین را برداشته زیان. ما خلق مسلمان نه قرغیز نه تاجیک نه ازبک عقل نداریم که فهمیم میره پارچه زمین تاریخ خودش گفته است ای کیای در کجا ای چه خیل بود وقتش ده کی ای کجا اومد در کجا زندگی کرد. یک روی نکنه همش با تاریخ اگر اسلامی مسلمانی کدی فهمن هم پرابلم نمیشه. نه که هم پرابلم را کار کردن گروه های سیومی خارجه که همینجا باید همین یک کار شود که همینجا یک جنگ سر شود که همینجا یک استفاده برای فایده خچان یا استفاده برن همین مومنت. این فکر عقیده من خودم لیش خودم ده. سلامت باشید برادر عزیز. فکر شما یک مثال میگیریم شما میگفته امیره که مثال همین ممکنه همین خیلی فکر عقیده ممکنه که همین خیلی شدنش ممکن که کی میدوند مثال بعد همین وقت همین ثبت مستقیم شما استفاده برده و اگر وقت میدادید همه صاحب کارا و تجارت کارای همون تاجیکستان التماس میکردیم که در همین ماه شریف رمضان نرخ نوارا پس کنن خلق عذاب نتیان در همین خیلی وقتا مثال صدقه کنن خدایی و مثال یاردم کنن ارزانی چی در کنن ارزان کنن فایده یا مهده هیچی فایده بای نمیشه. فرعونای بودن میلیونر کتی بود یگان نبیره اوی همون ندیدیم که بگن کمی نبیره اون فرعون بود میلیونر ایستادگی های یا نبیره چنگیز خان پول شتوها زیر نیفته از جهان کافته از است نه نبیرش بایمون نه یگان تاش یگان تا نمیمونه نمیبره کتیتون اوجا دو دست خالی میره به ایامی صدقه و خدایی شما را میپرسن که چند کار کردی چند آوردی پول مولا نمیبری. یک خدمت خلق همه توجیه برای خدمت خلق ارزان کنید ای فرصت استفاده برده پول کار نکنه. این شرمندگی غیر اسلامی ایده ای مسلمانی که طوری نمیگیره. عزا رحمت. سلامت باشید برادر عزیز. برادر بابا جان بفرمایید. راستی برادر یک باره در باره نرخ‌ها گفت ولی در باره نرخ‌ها بازم یک واقعیت است برادر عزیز. نرخ‌ها اگر همین راه پولکی به پول کرده شود در همین ماه چی می شود؟ میدونید چقدر نرخ ارزان می شود؟ اتوماتیک. ولی نمیکنن. همه چیز نرخ در دست اون سوداگر بیچاره نیست دیگر. نرخ در دست مونوپولیا است. مونوپولیا یک خانواده است. مطمئن باشید در هر تجارتی که شما نگاه میکنید یک طریق این خانواده دست دارد و مونوپولیا کرده است و این تاثیر اینهاست. تاجری بیچاره از داخل کشور میرود از یک جا بار میخرد در رمضان باید بیارد بفروشد. چیکار کند؟ بار کی وارد میکند؟ یا نمیدونم شرکتی فراز یا شرکتی نمیدونم کدام یک دختر یا داماد دیگرش. فقط اینا هستن که وارد میکنن. شما واقعیت در نظر بگیرید برادر. همین راه پولکی که شما میبینید میدونید اگر همین راه پولکی در همین رمضان اگر از بین برده شود چی میشود؟ میدونید چقدر به مردم فایده میشود؟ میدونید چقدر نرخ‌ها ارزان میشود؟ این واقعیت ها است برادر. ولی نمیدونم حالا چگونه اگر که از دست اون سوداگرها هم میآید واقعا هم اونها هم من فکر میکنم سوداگرای ما به انصاف نیستن صاحبکارای ما به انصاف نیستن ولی واقعا اینها کاری میکنن که اونها از دیگر تبرئه کردنی نیستم. اونها را من ادوکت اونها شدنی نیستم. شاید برخی ها از این فرصت استفاده میکنن سوء استفاده میکنن نرخ رو بلند میبرن ولی واقعیت نرخ بلند رفتن نرخ ها چیز دیگر است برادر عزیز. انا همین مونوپولیا کردن است. شما از همین بلیت هواپیما خلاصه برادر. سلامت باشید برادر. سلامت باشین برادر. نعمت الله بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. ما امیر میخواستم که بفهمم که هم بلیط های هواپیما از چه سبب همینقدر در آسمان خستگی های ایسا ارزان است و ایسا قیمت است؟
سلامت باشید برادر عزیز. بله بله شنیدیم برادر بابا جان بفرمایید. راستی من خبر ندارم میشه برای چی، من نمیدونم راستی برای چی. اینا خوب میشه که همه حسن اسدالله زاده و از کارمندای شرکت سامانه پرسین و جوابش بگیریم. واقعا من نمیدونم شخصا برای چی. گپ تونده می وقتی که مثلا همین وطنی ما داره اینا ما در مسکو کلی مهاجران مثلا کار میکنیم مثلا وقتی که یا که سالی نو میشوه یا که اگون پرازنیکی خچون میشوه در لحظه مثال میگیرن همو چیزاشونه عکس هم میکنن 20%، 50%، даже 70%، даже خیلی استفاده میکنن که خودم بغل خودم داروش نداروش مثال بخره زندگیش پیش بره. انا در تاجیکستان ما نبرد میشوه. وقتی که باید ما سه دامو تاجیکستان دیم یک 3 سال پیش اینا 3 سال استغفرالله 2 سال نیستم 2 سال چند ماشید نیستم تا اونجا ایده بودیم یک خلاصه بروردم خودم دیدم دا مثال نگاه کردم کارتوشکا 3 سومون و 50 دیرام بود. وقتی که ایدی رمضان بود ایدی قربان بود یک کارتوشکا 5 سومون 5.5 سومون شد. یک تربوزی که 10 سومون کردیش 20 سومون 25 سومون شد. ریسک کردم جوش دا بودم جوش دا خیزوندانش. اینا مثال ما هست فعالیت میکنن مثال ما از زمین ها پالیز ها هستن میکنن خودشان از همون دهقان خودش میخرن قیمت هم میفروشن میرن در اینجا بود 2 برابر دیگه بالاش زمین مونن مردم چیکار میکنن مجبوره میخره. برادر عزیز در کشورهای دیگر میدونی چیکار میکنه؟ حکومتی صاحبدار حکومت میآید تمام محصولات در همین شب روز وارد بازار میکند به نرخ ارزان میفروشد تا که نرخ بیاین پایین. و صاحب کار وقتی که قیمت میخرد قیمت اون ارزان کرده نمیتوند اون باید درک کنه. ولی اونها هم واقعا هم بعضیاشون از انصاف بیرون میروند. ولی حکومت هایی که مسئولین حکومت باید در این مرحله بیاین بازار با مال و محصولات وطنی و ارزان تامین کنند تا نرخ را بالا نبرن دیگران. ولی این حکومت خودش نرخ را بالا میبرد زیرا منفعتش در همین است. همه چیز در دست یک خانواده است اما خانواده تعیین میکند همه نرخ. حالی ما همین فهمیدن نمیخواهیم. اگر حکومت ما دستگیری کنه همین دهقانای ما را حکومت ما دستگیری کنه اینجا مثال حکومت ما عیبدار نیست ما خودمون عیب داریم که توکایی که هست ما خب میکنیم میستیم. اگر حکومت باشه که دستگیری کنه دهقانا را از جهت تکنیکا از جهت همه چیز مثال اگر دستگیری کند همون دهقان میگیرد مثال خود از سطح زندگی در تاجیکستان از همه پسترین پسته باور کنی گنده پسته باور کنی من اینجا باورم که نکنم فرزنددار شدم فرزنددارم اینا فرزند 1.5 ساله میشه راه میگرده دندان رو برده به خدا قسم در دستم نگرفتمش. باور میکنی نمیکنی یکی در وطن خیلی در 500 سوم در 400 سوم در 700 سوم در 1000 سوم در جوز یک قبچه 200 چند سوم یک 5 لیتر روغن 100 سوم یا 110 سوم هنگ جوزی نگی تامی و برادر اینا خودت فکر کن. ما میخوایم که یک ارزانی شوا امی محصولاتایی که هستن خودمون مهنت کنیم خودمون ببروریم خودمون بکنیم با خدا قسم کو تاجیکستان ما طلایی میشوه باور کنیم ان شاء الله. تشکر برادر نعمتالله گوش کردیم. تشکر زیاد بگذار دیگه برادرها و خواهرها در خط هستن اون را ببینیم و برای وقت کمتر است برای همین بخشش باشد. تشکر زیاد برای اظهار نظر کن. اگر یک چیزی سلامت باشین برادر عزیز بگذار دیگه برادرها و خواهرها صحبت کنند. تشکر برادر عزیز. بفرما زن مهاجر به نام زن مهاجر بفرما. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. همه شما رو با ماه رمضان اولا تبریک میگم. ما هم شما را تبریک میگیم. سلامت باشید. بفرمایید. و دعاگوی آن هستم که عزتمون آزاد شود. و با اون سوالی که پیش از من یک برادر برآمد همین در مرز ورود چیکار کنه؟ حاضر همه خلق خستگی همه جانش به جانش رسیدگی چیکار کنیم؟ من میدونم جوابی اینه. همین 500 کس 600 کس گرد خودش میرد همونجا میشیند مرز به پاسبانی میکند. انا این است.
ҷавоби ин савол. Дигар ҳеҷ чиз намеояд, чунки талаб кардан, гуфтан ки ин нашуда истодааст. Гап мезанем намефаҳмад, намешунавад ин ҳукуматдорро. Фақат ҳамин роҳ ягона мубориза. Дигар роҳ нест. سلامت باشید خواهر عزیز. سلامت باشید خواهر عزیز. خواهری که از مردهای حکومتداری ما جسارت بیشتر دارد ماشاءالله. Дигизор ҳамон бародаре ки ҳамин савол дод дигизор шунавад ки кор кунем ана ҳамин роҳи ҳал. Агар онҳо хезанд ҳама замони мухоҷирон ҳам уже ҷонаш ба ҷонаш расидаги мераванд аз паси ҳамонҳо. بله تشکر خواهر عزیز، بسیار پیشنهاد خوب کنید، تشکر زیاد. حالا میشنید طرف حق. دوست عزیز بفرما. علیکم السلام. برادر طرف حق بفرما. میستیکی مشکل در خط دارد. برادر عبدالله بفرمایید. سلام علیکم. میشنوید مرا؟ میشنویم. بفرمایید. من با مثل همین دیگه برادرام میخوام درباره همین ورق گفتنیم. بگم همین 201 دیویزیا در همون تاجیکستان برای چی باشه؟ هم نمیشه که برن همون را در همونجا چیکن راست که چون میترسن و ترسون چکن. نزاشته دادرین وطن ما برای چی؟ برای پاسبانی کردن، برای پروسه خوردن گشتن خودشون. هم برادر بفرم برادر بابا جان. سلامت باشید برادر. شما فراموش نکنید برادر که با هم مثل همین دیویزیا 201 با در قرقیزستان هم دیویزیا دارد روسیه. یعنی فقط اینجا نیست. دویمش که مسئله دو کشور است، دو کشوری همسایه و مسئله مرزی است. میتواند که اینا بین کشورها حل کنند و اگر هر کشوری که بتواند روسیه را متقاعد کند که از طرف او وارد عمل شود در آینده آشکار هم نباشد، شاید پنهان از طرف یکی از این شاید از یکی از اینها غیر مستقیم حمایت کند در این قضیه، ولی حداقل در حال حاضر این مسئله با اون که دیویزیا 201 و با روسیه ربط ندارد. مسئله بیشتر با ما تاجیکا ربط دارد، با حکومت ما و با مردم ما. حکومت ما باور کنید برادر، من مطمئنم نیاز به اون دیویزیا 201 هم نیست. فقط حکومت با مردم صمیمی باشد، آشکار باشد، بگذارد با مردم اجازت حمایت از وطنش بدهد و با مردم یکجا باشد، با مردم آشکار صحبت کند، از مردم حمایت کند و موقعش با مردم آشکار بگوید که چی میخواهد، چی مذاکره کرده است، چی دادنی است، چی گرفتنی است، تا مردم بدانند همه را. تمام، از این بیشتر نیست. مردم تاجیک خودش میتوند از حق خودش دفاع کند، من مطمئنم به این. بله، آیا کمی اکا عزت امانه میخواد برای هم کار بود کنه، قلم 100% سرحد ما را نگاه کنه، زمین ما را بقای که میگه وطنتون دوست بداره، خائنی نکنین، این سوزی میگه هم حمایت مرز بوم ماندگیان اومدن دنبال عزت امان و دنبال این برای حکومت در کار نبرد یوردن میکرد اخی همین کارا بود کنه قر بخچ بلند میکنه، همین زمین ما را چی کنه، حمایت کنه، با ممکن 50% آبروش بلند شه. واسه کو یک آبرو نداره، یک ذره نداره در پیش مردم. واسه همین روز من گپ زدم، مقصد در تاجیکستان آدم کم است در قدر کوچه داجی، ای بیکاری را کار نیست، میگه کار نیست، کار کنی یک کارا بود کنن خلق خرسان بشه، با دوستش میدوره، مو هم رنگ روش بذاره، میگه که خب باید میدم مهر پیدا میشه. زنده باش برادر عبدالله، سلامت باشین. برادر طرف حق بگین. تشکر برادر عبدالله. برادر طرف فرما طرف حق مثل که نیست. مهاجر امریکایی بفرما. مهاجران این ماه شریف رمضان با همتون مبارک. و شما هم همچنین برادر عزیز.
همه خواهی گفتنی مکه که در قضیه عزت امون نمیتونن که مثال یگان اکا اهل بیدش یا امو خیش تبارش پرسن که چیش میگن یا بول پرسن اقاپوشن قضیه خواب شده گه با یک چیز دیگه که روزی اکا ما در اخبار ازودی درامانیم یکی نویسگی بود که میگن که مهاجره که در مسکو گرد همایی کردن اگر ویو که گرد همایی بس نکنن اعتراض از طرف عزت امون اگر بس نکنن با جرم تروریست اکستریمیست دلا میکشن به همش ایچی من همیشه نفهمیدم که اکستریمیست تروریست و حق چو طلب کردن اینجا در موبایل چی گپ و یگان کسا کشتیان نه یگان کسا زدن نه ای سفارت یگان چیز دیدن ای پدن نعلت اونم امام دین یگان چیز دیدن همیشه ای وای دگه چیز گیری پوست میپرتوی خویسته گفته که گردی همایی کردن تاجیکای خود منافروختن بیای بچه های موجود جمع شوین یک راه یک مسئله که همین امام دین ستوری همجا گریستن در کار نیستن یک بگیرینش روا بگین که در کار نیسته بره پیش بگین در کار نیسته بعد مسئله قرغیزا میگین قرغیزا زورن و ارمیشو با گفته خلقشون میکنن و تاجیکستان با گفته یک کس نمیکنن تاجیکستان فقط در آدمدوزی زورن بسیار زورن در زنک گپی در پشتی کامنتری نویسی با پستوت با دروغگویی ذره ایمانی ندارم ما گارانتی میتیم در تاجیکستان در همه کارگرای دولت یک خیلیشته میگم ایمان نمونده یکا ایمان عموما نیست نگلا میگه گپ میزنه میگیم که ایخه میگه بخدای خیلی گپ نزن که به هیچی میان میگن که تو تروریستی آدم کشی ای کودکی که اول نمیدونه چی گپ همین سینفی 10-11 گپ میزنه میگه بخدای خیلی که آدم کش مو میگن و تروریست ترمام میکنن ایقا خلق ما مظلوم کردگیان ایخا کم تا حکومتی ها فکر کنه دعای بای هممون میمبریم این مال دنیا چیزی نیست فقط آبرو میکنن و نیستی همین پیشوا برای این زمین خاروق پیشوا که ما طرفدار ما جان ما میتیم البته بیا طرفدار مهاجرا که ما جان ما برات میتیم رستم امام علی بیا تو طرفداری ما شه ای ما دفاع که زمین وطن ما دفاع که ما جان ما برات میتیم چی با نمیتونی چی با خاطیت یا برنامه را نمیکنن اهل باید یکی ایزد اما کم ترین میپرسیدین که همه در چی شخصی یعنی چی گپ خبره نقض نشده باید تشکر اکا بخشی وقت میگریفتم زنده باشین زنده باشین زنده باشید برادر عزیز زنده باشید برادر عزیز تشکر خیلی خوب حالا ما برنامه ما دارد به آخر میرسد حالا برای همین هر برادر خواهش می‌کنیم که صحبتاشون زودتر بگوین فکر نظرشونه بعد در مسئله عزت امان برادر بابا جان بفرما که چی نویگری هست درباره برادر عزت درباره عزت امان اتفاقا همسر و فرزندای عزت امان خیلی تلاش دارند و کوشش کرده ایستادند و ما هم که از اخبارها بیشتر قضیه را میفهمیم و تا حال همون خبری که در رسانه ها هست همون میدونیم واقعا و ما هم نگرانیم و نباید فشار آوردن رو کم کنیم انشالله که امیدواریم که کار به جای میرسد و عزت امان آزاد شود خدا خواهد دعا میکنیم به هر حال انشالله تشکر زیاد برادر بله واقعا اون در حبس پزشکی قرار دارد و از وضعیتش یگان خبر جدی نداریم و دعواگرا و شاهدایی که علیه وردیس عدد اونها را زیاد کرده است حکومت و میخواهد که این موج کمتر آرام شود و باز علیه او هم حکمهای خدای نکرده صادر کند برای همین خیلی که گفتین باید صحبت بیشتر کردن در کار صدا را بالاتر کردن در کار و هر کاری کردن در کار که مثل که در مسئله فاطمه در مسئله اون حمزه در مسئله اینترنت انجام داده موفق شدیم انشالله در این مسئله هم انشالله موفق میشیم اخیران صحبت میشنیم از برادر از دوست به نام حق و طرفدار حق اگر شما مشکلتون حل شده باشه بفرمایید و اگر نه برادر دوست عزیز حق صحبت
مثل که اون آواز مود کردگی خاموش کردگی است، نمیتوند بشنود. و انشالله یک چیز گفتنی هستیم که در برنامه های بعدی انشالله واتساپ اینا رو هم وارد میکنیم که با واتساپ و تلگرام اینها میتونید وارد شوید. حالا برادر طرف حق گپ صحبت دارید بفرمایید، خواهش می‌کنم کمتر زودتر ما همون زودتر این صحبت رو خلاص کنیم. فرمایید جون. تلفن من خاموش میشود. من درست است. بیا خیر برادر طرف حق مثل که مشکل داره در آواز. برادر دوستی عزیز حق به نام حق اگر که دارید بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید برادر. پس میریم به برادر سیدی رو اگر چیزی دارید بفرمایید. خب دوستان عزیز گرامی، 1 ساعت و 40 دقیقه شد. یک بار دیگه از یک شما تشکر میکنم که با ما بودید. از برادر و همکارم بابا جان که سوال به سوال ها جواب دادن از اونم تشکر میکنم. تا هفته بعدی انشالله هر هفته روزی شنبه ساعت 5 این برنامه در همین یوتیوب کانال پیام تیوی نشر خواهد شد. و تا هفته بعدی تو برنامه بعدی خدا یار و مددگار.